فرهنگ سر ما تاثیر داره. ما و شما در یک فرهنگ قانونگریز کلان میشیم، جنگره که حتی در خارج میریم در روزی جنگ است. دیدین چرا جنگره کلان شدیم؟ به خدا بر دیگر را این کننده است. من یک چیز مثلا در اکثر کشورها شما برین افغانا 5 نفر دوستا در یک رستوران رفته در سر میز پول جنگ داره، نی میگه نه من پول میتم، میگه نه من پول میتم، رستوران والا خنده داره، در دیگه جای نیست. فرهنگ بسیار کارا را ما تحت تاثیر فرهنگ میکنیم. قرضدار خودم میکنیم 500 1000 نفر داروسی میخوایم، 800 نفر شما رو دو میزنه که می وقت داروسی است، خاک در سرت، چی رقم است، چطور است. ما خوش هستیم گناه را سرش پول خود مصرف کردیم. یاد بگیرید. حتی یک دوست ما یک وظیفه اگه بگیره برش جایزه میتونیم. یک لیستی از عادتهای غلط ما را لیست کنه در این گروپ بندازه. ما یک بحث دارم تحت کشور جگر افریقا، به خاطر قلب آسیا را چیز گفته نمیتونی، یگام عادتها را گفتیم.